بعد از یه مدت طولانی که استانبول نبودم گفتم امروز بریم جزیره ها رو ببینیم. منتظر واپور بودیم که برسه. سوار شدیم و به خیال خودمون نشستیم توی سایه در صورتی که قرار بود کشتی بچرخه. سفر آبی خیلی خوش میگذره، حتی اگه 40 دقیقه‌ای باشه. توی کل مسیر این پرنده کوچولو با ما همراه بود. مقصد ما قرار بود هیبلی آدا باشه که توی راه سرچ کردیم دیدیم بویوک آدا خوشگل تره. همین که پامون رو گذاشتیم تو جزیره دلمون از این ذرت‌های خوشمزه خواست. اطراف اونجا پر بود از رستوران‌های دریایی ولی ما ناهار خورده بودیم. شبای تعطیل اینجا موزیک زنده داره و مردم میشینن بالک با راکی میخورن. ما ترشی رو فقط با غذا میخوریم ولی مثل اینکه اینجا اینجوری نیست. مردم وایساده بودن داشتن ترشی سفارش میدادن که توی مسیر بخورن. اونجا میتونی از این دوچرخه‌هایی که با گل تزیین شده بگیری. سعی کردم همه فضاهای خوشگل و واسهتون فیلم بگیرم. رفتین اونجا حتما بستنیاشو امتحان کنید. انگار مزه‌هاش فرق داره. پیاده رفتیم رسیدیم به یه پلاژ خیلی خوشگل و غروب اونجا دیدیم. این مغازه همه نوشیدنیاش گازدار بود. بهش میگن گازوز. حرف نمیزنم که خودتون رو اونجا تصور کنید. اینم از ولاگ امروز. مرسی که دیدین. خدافظ.